من نظرم باید معامله بای میشه. خب حد ضرر خود را میذارم همین پشت و به دنبال یک اسکویر یک به 2 هستم. ماشاءالله. اوه حتی سود تاز شد. خدا شد. دقیقا اینجا هم میتونست بیاد. یک کانال داشت، کانال قیمت بود. خب ایناش برخورد سوم به کانال بود، به مقاومت کانال بود، حمایت کانال بود، ببخشید. و من همین باعث شد که وارد معامله خرید شدم. خدا شد.